جعبه فرمان AX55 که مشکل روغن ریزی داره از هر دو طرف. جعبه فرمان رو خوردش کردیم، شفتشو پولش کردیم، کاسه نمدهای داغیش، کاسه نمدهای اصلی ژاپنی. حالا مشتری علیرغم اینکه پمپ اصلی اورجینال هم انداخته بودن، یه مقدار مشکل سفتی فرمون هم داشتن که به درخواست خود مشتری تقویت شیر فرمون براشون انجام میدیم و فرمونشون یه مقدار نرمتر میشه. جعبه فرمون AX55 با لوازم ژاپنی سرویس کامل انجام شد. مشکل نشتی روغنشون برطرف شد. مشکل لقی هم داشتن که براش از داخل بوش طراحی کردیم، بوش زدیم، مشکل لقی دیگه ندارن. ضمن اینکه سفتی فرمون هم داشتن که براشون تقویت شیر فرمون انجام دادیم. الان فرمونشون نرم شده.